به نظرتون بهترین شیدر ماینکرافت کدومه؟ شیدر اول شیدر خیلی سنگین و عجیب غریبه که آسمونش میبینید، نمیدونم باگه یا واقعا کلا اینطوری آسمونش و آبش خیلی خوشگله. اینی که میبینید روزشه و اینم شبشه که اصلا خوب نی. من با تورچ به زور دارم میبینم واقعا. شیدر بعدی یکی از سنگین ترین شیدرهای ماینکرافته به نام BSL و واقعا شیدر سنگین و زیباییه. این روزشه شبشه واقعا خوبه، ولی خب نوردهی تورچ خیلی کمه. الان تورچ میذارم خیلی کم نور میده، ولی خب خوبه واقعا. شیدر خوبی اگه سیستم خوبی داری. شیدر بعدی باز هم شیدر سنگینه که سیستممو داره میترکونه به نام کپا یه همچین چیزی و اسم تمام شیدرام تو دیسکریپشن نوشتم، میتونید برید اونجا پیدا کنید و دانلود کنید. FPS من دو شبش اومده زیر 30 فریم، اصلا بهینه نیست و اینکه خیلی ولی خوشگله، مخصوصا شبش و نور پردازیش. شیدر بعدی و به نظر من بهترین شیدر سیلدوره. یه چی میخواید از یه شیدر؟ هم بهینه است، هم زیباست، هم روزش خوبه و هم شبش خوبه و کلن یکی از بهترین شیدرها و حتی با جرئت میشه گفت بهترین شیدر سیلدوره. نظر شما چیه؟